لا 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 لا. طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى، على قلبي ما أغلى، يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان. رمضان ده حياتي، شمعة لمماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة. رمضان ماهی است که خداوند در رحمتش را گشوده و ما را به سفره بی پایان از برکت و محبت دعوت کرده است. بیایید سهم از این مهربانی باشیم. روزه‌داری فقط تشنگی و گرسنگی نیست، بلکه چشیدن طعم دردهای فراموش شده و دستگیری از دلهای شکسته است. پس بیایید در این ماه عزیز دستهای خالی را پر کنیم و سفره‌های خاموش را با نور مهربانی روشن کنیم. آره، رمضان یعنی دلهایی که برای دیگران می تپند، دستهایی که برای نیازمندان دراز می شوند و اشکی که از سر شوق و عشق به خدا جاری می شود. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظیم. فرا رسیدن این ماه مبارک رمضان، ماه رحمت، ماه برکت را برای کافه اهل اسلام تبریک و تهنیت عرض می کنم. الله تعالی برای همه ما و شما توفیق هدایت نصیب بکنه تا این ماه مبارک رمضان روزه ش بگیریم و عبادات و تراویح و قیام و صیامش و همچنان برای فقرا و نیازمندا کمک و همکاری صورت بگیره. الله سبحانه و تعالی این خدماتشان به درگاهش قبول و منزول بگردانه. چندین سال است که ادامه داره، از اول ماه مبارک رمضان گرفته تا آخرش ادامه پیدا میکنه. این کار نیک ما میستاییم و الله تعالی خواهان هستیم که اجر جزیل و پاداش بی پایان برشان نصیب بکنه، در عمرشان، در کسب و کارشان خیر و برکت نصیب بکنه. طوری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگن که یک روزدار، یک مسلمان روزدار افطار میتین، ثواب هم روزه برتان داده میشه، از او کم نمیشه. پس وقتی که ما و شما قیاس بکنیم 200 فامیل حداقل 4-5 نفر میگیریم، چندین صد روزدار میشه. لذا این ثواب بسیاری را اینا کمایی میکنه. خداوند در کسب و کارشان، در توضیحاتشان خداوند خیر و برکت نصیب بکنه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. خوشا به حال آنانی که در ماه خدا بنده خدا را فراموش نمی کنند. رمضان ماهی است که خداوند درهای آسمان را می گشاید، اما برخی درها روی زمین با دستان ما گشاده می شوند. پس بیایید کمک هایتان را با کمک های بشردوستانه سید محسن سید محبوب هماهنگ کنید تا به نیازمندان واقعی برسد. در ماهی که خداوند همه را می بخشد، ما هم بیاموزیم که دست بخشش داشته باشیم. سفره افطار ما اگر برای یک نفر دیگر هم گسترده شود، برکت آن چندین برابر خواهد شد.
ريحة طلت رمضان. رمضان ده حياتي شمعة لمماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا نعمة. خداوند مهربان است و بندگان مهربانش را بیشتر دوست دارد. این رمضان مهربان تر باشیم. چی افطاری لذیذتر از سیر کردن گرسنه و چی سحری نورانی تر از آرامش دل یک نیازمند. جمل أوقاتي وزي صحباتي عايزين عطول. رمضان ده حياتي شمال مماتي. در کنار هر سفره رنگین شاید کسی باشد که روزهاست سفره‌ای ندارد. بیایید رمضان را برای او هم رمضان کنیم. وقت سفره را برای دیگران پهن می کنیم، خداوند درهای رحمتش را برای ما خواهد گشود. رمضان ده حياتي شمعة لمماتي، يا ربي دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا النعمة، بيحل حياتنا ويفرشها. خداوند عاشق دستانی است که برای یاری بندگانش بلند می شوند. این رمضان دستان خود را دریغ نکنیم. بگذارید بوی نان تازه خانه های نیازمندان را پر کند و صدای خنده کودکان بی آسمان را لمس کند. خیر اوسی بسلمانی چې موږ سره دا مرسته کوي راته دغه شی نه لرم چې وی خورم دغه د مرسته ته ګورم دغه راوړم دغه خورم د کوچنیان سره. یه تو روزا شده که یک روز نان پیدا میکنه، یک روز نان پیدا نمیکنه. 6 تا ساغر پدرش سرطان بود، بیچاره اش چقدر تداوی کردم جور نشد، مرد. همین دارویم هم در پدرش خرج شد. این هم رقم در مشکل است، گذران ما در مشکل است، در مشکل تیر میشه.